سه عامل باعث میشه که فنی ماشین شما سالم باشه. یکی نوع رانندگی، یکی تعمیرکار ماهر و یکی هم قطعات خوب. اولی و دومی رو انشالله بعداً توضیح میدیم. برندهای خوب رو اینجا بهتون معرفی میکنیم. سوزن انژکتور، سوختاما، بوش، ایساکو، شم، انجیکا، EMS تورچ، بوش اصلی. سنسورها فقط مارک کروز بگیرید. فشنگی های آب و فن فقط بهترینش مارک ایمنتک. البته سانفر هم خوبه. در کوئل فقط مارک کروز. ترموسات ورنت، دیناپارت. بولبرینگ ها دوستان FSK، کویو، ODM. دبل رادیات در ماشین های ایران خودرو ایساکو بگیرید. ماشین های سایپا مارک رویش. کلید های شیشه بالابر همه ماشین ها فرق نمیکنه. اینم فقط مارک ایمنتک یا کروز. لنت ها برای ماشین های ایران خودرو بهترین لنت تکستاره و برای ماشین های سایپا و ماشین های متفرقه پارس، آفورتیس، تروی. سنسور اکسیژن انتیکا، بوش و کروز. قطعات جلوبندی مارک امیرنیا، رفیعنیا و امیدنیا. تصمیم تایم و تصمیم دینام فرق نمیکنه، هر دو پاور، کنتی، دانجیل اصل حتما باشه، تیمکو، اپتی. کارت نمجات فقط مارک ویژن بهترینه. تیغای برفاکن مارک آزین پارت و دینا پارت. امکو هم خوبه. شلنگای بخاری و شلنگای رادیات شرکت سه دقیقا به همین شکل، اسم شرکتش عجیب غریبه. و دینا پارت. این قطعاتی که اینجا معرفی شد دوستان تجربه ماست. شما اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید که غیر از این قطعاتی که رو ماشینتون گذاشتید و کیفیتش خوب بوده، توی کامنت ها اعلام کنید تا دیگران هم استفاده کنن. برای پست های این شکلی ساعت‌ها زحمت کشیده میشه. لایک کنید، ذخیره کنید، بفرستید برای دوستانتون تا همه مردم کشور از این آموزش‌ها استفاده کنند و هزینه‌هاشون بیاد پایین. پیج ما رو فالو کنید، همراه ما باشید و در جریان باشید. قطعاتی که اینجاست به موجودی مغازه هیچ ارتباطی نداره. بهترین نوع قطعات جهت آموزش شما اعلام شده.